قرآن خودش نوره، سوره داره نور یا آیه داره نور؟ چی شد؟ نورون علا نورون علا نور. الله یکی از عجیب‌ترین آیات قرآن روایی میخوام براتون تفسیر کنم. برای روایی یک بخشایش هم تحقیق خودم بودم به لطف اهل بیت، اونا رو هم عرض میکنم که اگر جای دیگه هم از بنده شنیدید اینجا یک بار دیگه بشنوید و لذت ببرید. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین. نور رو میتونی ببینی؟ نه، نور که دیده نمیشه. نور کجا دیده میشه؟ وقتی میتابه روی چیزی. الان تو هوا نور رو نمیبینی، بعد بخوره به در و دیواری مستنیر از همون به زور، یعنی نور رو جلوه بش میده. میگه مثلا نوری نمیتونی بفهمی، باید من مثال برات بزنم، باید یه تمثلی بکنه، باید یه جلوه‌ای بکنی تا بتونی نور خدا رو. الله نور، خدا نوره اما نمیتونی ببینیش. میخواد ببینیش؟ بهت میگم چطور. کمشکات، مثل نور کمشکات، روایات مختلف میفهم. کمشکات یعنی کفات. هی داریم از حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم، هی حیرون تر میشیم. مثل نورهی که مشکات، مشکات یعنی چی؟ فاطمه. خب فیها، در اون مشکات، در اون فاطمه چی هست؟ مصباح المصباح. دوبار مصباح رو ذکر میکنه. یه حسن، یه بگید دوتا مصباحین حسنین. ببین این چراغدون، این شما ترجمه رو میخونید گیج میشید. خدا نور آسمان ها و زمین است، داستان رش به چراغدانی ماند که در آن چراغی باشد. چراغدان، کمشکات که باز اون چراغی باشد و آن چراغ در میان آبگینه‌ای و آن آبگینه گویی ستاره درخشان. چی؟ نمیفهم. میگم که از گیج کننده ترین آیات قرآنه و این هم تاکید شده که این سوره نور، آیه هم نور توی قرآنی که خودش نوره. اما اینجا من برات روایی تفسیر میکنم، دوزاری همچین میفته کیف میکنم. میگه مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح. در اون دوتا مصباح هم، دوتا چراغدون که نور رو متجلی میکنن. این شیشه که روی چراغ میذارن، دیدی نور رو قشنگ میکنه؟ وقتی یه شعله است، چراغ خوب نور رو پخش نمیکنه، اون شیشه رو که میذاری نور رو خوب پخش میکنه. مصباح المصباح فی زجاجه، در اون زجاجه یعنی آبگینه. بعد این زجاجه رو هم باز میفرماد یعنی فاطمه. تا الان دوبار گفت فاطمه. بعد میگه چی؟ از زجاجه. چه فاطمه؟ یه بار میگه زجاجه، یه بار گفت مشکات، بعد گفت زجاجه، بعد میگه چی؟ از زجاجه با الف و لام میاره. چه فاطمه؟ میخوام براتون تعریف کنم. خدا میخواد بگه، گوش کنید روضه خدا رو. که انها کوکب دری، اون تک ستاره درخشنده است. کوکب در میدرخشه. کی میخواد چلوشو بگیره؟ کی دستش میرسه با فوت کردن بتونه نور ستاره رو خاموش کنه؟ حالا هی فوت کن ببینم میتونی نور ستاره رو بگیری؟ میگه چقدر احمقانه بود کاری که کردن اینا.
میخواستن نور الله رو خاموش کنن. یریدون لیطفئوا اطفاء حریق. نور الله به افوان، با فوت میخوان نور رو خاموش کنن، فکر میکنن آتیش. احمق. الله متم تموم میکنه نور رو، به آخریه چی میرسونه. حتی اذا مطلع الفجر، تو اون روز میرسه. همینجا هم همین آیه رو اشاره میکنه، همین مفهوم رو. دریون، یک کوکب دری، ستاره درخشان. یوقدو، این نور گرفته، گرما گرفته. از کجا؟ من شجرت مبارکه. از چی؟ از شجره مبارکه. شجره مبارکه گفتیم کی بود؟ نسل ابراهیم. میگه اون نسل ابراهیم بود. توضیح بهتون دادم عین عبارتی که تو تورات استفاده میکنه، اینو یادم رفتتون بگه. میگه ای ابراهیم، از طریق همین اسماعیل 12 تا صانم عشر نسیم، 12 تا امام به وجود میارم. عین همین هم تو تورات به خدا. بعد به این چی میگه؟ میگه یوناتاو گادول، میگه یک امت عظیم از او به وجود میارم و نسل او رو کثیر میکنم. تأکید میکنه خدا، میگه نسل او رو کثیر میکنم. همه منتظر بودن این کثرتی که خدا در نسل ابراهیم قول داده کی میخواد محقق بشه. همه منتظر بودن خدا یهویی دهنا رو بست. همه منتظر پسری بودن. توی جامعه‌ای بودن که مرد سالاری بود. خدا چیکار کرد؟ گفت انا اعطیناک الکوثر. نه کثرت بهتون بدم که چه نوع کثرتی دارم میدم. کثرتی که تو وزن خیلی زیاد خودش رفته. چی میشه؟ میگه این از شجره مبارکه میگیره. شجره مبارکه زیتونه. زیتون یعنی حسین، تین یعنی امام حسن، و تین و زیتون و طور سین و هذا البلدن. روایت داریم جالبه. میگه این شجره مبارکی که به فاطمه میرسه از طریق حسین ادامه پیدا میکنه. امامان از نسل کیه؟ امام حسین علیه السلام. چرا از نسل امام حسن نیست؟ از امام صادق پرسیدن. حضرت فرمودن الزاما به معنی برتری چیز نیست. خدا نسل پیامبری رو از طریق موسی قرار نداد. طریق کی قرار داد؟ هارون. آیا هارون مقامش از حضرت موسی بالاتر بود؟ نه. مثلا حضرت موسی ولایت داره به حضرت هارون. نمیشه نتیجه رو گرفت. البته خدمتتون عرض بکنم از طریق دختری هم از طریق کی ادامه پیدا کرد؟ امام حسن. دختر امام حسن با پسر امام حسین ازدواج میکنه. دختر امام حسن نام مبارکش فاطمه است. و کی به دنیا میاد؟ امام بعدی. این شجره دوتا شد دوباره یکی شد. خدمتتون عرض بکنم. یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیه یعنی لا مسیحیه. این چون مسیحی هم از نسل کیان؟ ابراهیمه. گفت نه شاخه مسیحیه ولا غربیه و نه شاخه چی؟ یهودیش. منظور ما همین اسلام به واسطه اینا. حالا از شرقیه لا غربیه را کجا در آوردی تو؟ روایت داریم لا شرقیه لا مسیحیه و لا غربیه لا یهودیه. اما من قرآنیش هم پیدا کردم. مسیحیت کی به وجود اومد؟ زمانی که عیسی پیغمبر شد. عیسی کی پیغمبر شد؟ وقتی به دنیا اومد. هم تو به دنیا اومد پیغمبر بود. کی به دنیا اومد؟ سوره مریم ببین چی میگه. میگه مادرش مریم رفت مکانن شرقیه. چی شد؟ رفت مکان شرقی، در اونجا عیسی به دنیا، پس مسیحیت زاده شد. خیلی جالبه. میگه لا شرقی. یهودیت کی به وجود اومد؟ وقتی موسی پیغمبر شد علیه السلام. موسی کی پیغمبر شد؟ رفت از توی کوه یه جا دید نور میاد آتیشیه، رفت بیاره. اونجا این آیه قرآن چیه؟ میگه ای پیغمبر ما تو نبودی وقتی از جانب غربی کوه ما با موسی سخن گفتیم. یکی نه خودش بپرسه بابا مسلمان چرا میگه غربی؟ و چه اهمیتی داره؟ داره جا میذاره برای تفسیر چی؟ این آیه لا غربی. میگه این حسینیه این شجره. بعد چی میشه؟ فکر همجوری بیخیال میشن. یکاد و زیتها یضیء، نزدیک یکاد و زیتها، این جانمایش، این روغنش، یضیء خودش نور میده، خودش صاحب ضوئه. یه سری چیزا هستن خودشون نور میدن، یه سری چیزا هستن نورا رو چیکار میکنن؟ یکی خورشیده یکی
ماه خودش نور نداره. میگه این خودشون هم همینطور نورن. اما اینجا ماجرا خیلی باز میشه و اصلا روزه یه جورایی شروع میشه. میگه ولو لم تمسس نار. اینی که دارم براتون میگم به واسطه آتش نیست. این نورا اینا اصلا میونه‌ای بی آنکه آتش به آن رسیده باشه. اینا میونه‌ای به آتش ندارن. شما می‌بینید شجره مبارکه بارها با آتش آزموده شده. حضرت ابراهیم علیه السلام سرسلسله شجره مبارکه انداختن تو آتش، سوخت، بردن و سلام. درست شد؟ گفت آتش به خانه وحی زدن، آتش آوردن جلوی در خونه رو آتش زدن. تمام مسائل پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده جز سوختن. دقت کردید؟ حالا برخی از شعرا من دیدم شعر یعنی سندیتی نداره، یه ذوقیه، میگن مثلا از سوختن نقل کنی صحت نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها بنده ندیدم هیچ سوختنی در موردش نقل بگید، اصلا میونه به آتش نداره. عزیزم اینجا یه کد دیگه هم داره میده، آتش جاییه که اینا نیست. میخوای با آتش میونه نداشته باشی؟ دست بنداز و چنگ بزن به این شجره مبارک. جایی که اینا نباشن آروم آروم آتش میاد. هرچی دورتر باشی حرارت چی میشه؟ بیشتر میشه. ولو لم تمسس نار، اصلا در تماس با آتش نیستن اینا. اصلا با آتش میونه ای ندارن. نوران علی نور، پشت سر هم. از همین طریق زیتونه حسین که گفتیم نور پشت سر هم، نور همینطور میاد. امام پشت سر چی؟ امام. یهد الله لنوره من یشاء، و خدا هدایت میکنه با نورش هر کیو بخواد. واسطه هدایت امام هست. و اینجا گرفتی این امام سرمنشأش کی بود؟ اون مشکات میشه حجت بر ائمه. این ولی یهد الله لنوره من یشاء روایت نوشته یعنی اون آخریش که همه منتظرشن. او هدایتگر اصلی است و صفتش از هدایت گرفته شده، مهدی است. هدایت میاد دیگه. حالا به این آخر آیه تکلیف من و شما رو روشن کن. و یضرب الله الامثال للناس. من دارم براتون مثال میزنم، درخت و اینجور چیزا میگم والله به کل شیء علیم. من که عالمم به کل، دارم مثال میزنم تو بفهمی.